ریتممون 6 و 8 دو ضرب داره و هر ضربش 3 تا نوت چنگه. ضرب اولم از یک نوت سیاه تشکیل شده که با انگشت آی از بالا به پایین میزنم. ارزش زمانی یک نوت سیاه معادل 2 تا نوت چنگه. 1 2 و ضرب دوم رو از پایین به بالا میزنم با انگشت شست 3. 1 2 3 1 2 3. ضرب بعدی 3 تا نوت چنگه، از بالا به پایین آپاگادو میکنم، پس میشه 1 3 4 1 3 4. با شست از بالا به پایین میزنم و با همین شست هم از پایین به بالا میزنم. پنجم و ششم چنگ پنجم و ششم 1 3 4 5 6 رو آکورد سی مینور.